دوستان سلام. برای تولید پرورش قارچ ما نیاز به چه تجهیزاتی داریم؟ اول از همه قفسه بندیه. قفسه بندی شما میتونید از این لوله قوطی های دو میگم بهشون، از اینا استفاده کنید. با این کناف هایی که هستن برای کارتون های یخچال کشیده میشه، اینجوری ساده تره براتون بگم، از این کناف ها برای زیر بستر استفاده کنید و این میشه قفسه بندی. بعضی حالا میخوان عمری کار کنن، میبینی مثلا سالن مال خودشونه و میخوان عمری کار کنن، میتونن داربست بزنن، طول عمر بیشتری داره. این از قفسه. حالا قفسه بندی رو شما میتونید به چه صورتی انجام؟ شما نسبت به متراژ سالونتون باید بیان قفسه بندی رو انجام بدید. بعضیا میتونن مثلا بلوکای دوتایی کمپوست بذارن، مثل ما الان یه دونه به عرض گذاشتیم یه دونه به طول، اینجوری میتونن بذارن. بعضیا میان ستایی میذارن، بعضیا چهارتایی میچینن. اون بستگی به متراژ سالونتون داره که باید شما نهایت بهره وری رو از سالونتون داشته باشید. دومین فاکتور کولر هست. الان اینجا یک کولر 7000 داره کار میکنه برای یک سالن 50-60 متری. سومین فاکتور فن هست. فن هم میتونه به شما کمک بکنه. حالا برای سالن‌های مختلف مثلا فن ورودی داریم، فن خروجی داریم. این فن خروجی مثلا، و بعضیا میدونید روی دیوار کار میذارن، اینجوری هم به این صورت هست. مثلا پمپ آب میخواد یا سمپاش که شما میتونی سمتون رو داخل این پمپ قاطی کنید. سرابپاش هست، تخته کوبی هست، چهارپایه برای طبقات بالا یا کارهای متفرقه، چرخ منبری هست برای خاکدهی و خیلی کارهای دیگه که برای طبقات بالا انجام میشه، مثل قارچ چیدن و اینجور چیزا. سطل هست برای چیدن قارچ، ترازو، دماسنج. و نکته مهم دیگه که خیلی اینا تایید میکنم، حتما سالن باید آب و برق و گاز رو داشته باشه، وگرنه به مشکل میخوره. مثلا برای زمستان بخاری حتما باید داشته باشیم، برای تابستان کولر حتما داشته باشیم. اینا فاکتورهای مهمیه.